حالا به زودی اینو متوجه میشید. چندین بار هم من توضیح دادم تو لایوات این چند سال. به دو بخش تقسیم شده: سیاهی، نور، تاریکی، روشنی. شما قدم در راه روشنی بذار، شما قدم در راه خرد بذار، شما قدم در راه نور بذار. هر کسی که میخواد تو تاریکی حرکت کنه میل خودشه، رهاش میکنی، میگی دست خدای مهربون، میره و با کسی شوخی موخی نداره این دنیا. اگر سمت نور حرکت کنی که مشخصه چی میشه، اگر هم سمت سیاهی حرکت کنی که خدمتت میرسه. شوخی با کسی نداره. داستان زمین سرعتی گرفته و سریع پاسخ میده، خیلی سریع. پس در انتخاب آدمای زندگیتون خیلی دقت کنید. میگی دو تا گل کنار هم میشینن، هم خونه میشن، هم بونه میشن، هم خو میشن. مراقب باش.